خدا دولت ملت تاجیک خلق تاجیک از این زیاده کند زیاده از 30 دولت دنیا دا حاضر گرسنگی بنیاد شدید است زیاده روی کردن مانده کار نیست سری وقت جمع آوری کنیم ذخیره کنیم در کار بشود خدای ناخواسته در یک روزی سختی در کار میشه حالا که هست ما ذخیره کردن مانده کار هر یک عائله آنچه که میتوانیم ذخیره کرده ما شما بیشتر مکدان خوراک چهارراه حساب میکنیم اینطور نیست نیم دنیا حساب مکدان زندگی میکنن یعنی جوار مکه ده ها نوع طعام میپزن آنچه که ذخیره کرده میشود دیخانا همه پدر و مادرها میدونن شالی را نگاه داشته میشود 1 سال گندم تا 2 سال نگاه داشتن ممکن در جای خشک لوبیا نس نخود ماش این چیزایی است که نگاه داشتن ممکن برای خوراک تیرما و زمستان های کارتوشکا از دیگر نمودی سبزیجاتی است که مردم میوه دارد شرط نیست که ما زمستان همه ما دویده بازار رویم این نرخ کارتوشکا بالا رفت حاضر ارزانه ذخیره کن گیر ذخیره کن زیاده روی نکن ما قانونی تنظیم میگیم اگر نمیشید چیکار میکنیم سخنان معاون منشی سازمان ملل متحد دایر به مواد خوراکی است که سال 2021 در دنیا سال مرگاور میاد الان آماده ایستادن تمام جامعه جهانی تا امروز زیاده از 35% نرخ‌های تمام مواد غذایی بالا رفت امروز مواد سوزشواری در دنیا بالا رفت این از ما شما وابستگی ندارد فقط ما خواهش میکنیم که زیاده روی نکنیم در این کارا یا که معرکه آرایی زیاده روی نکنیم هیچی یکان بالا ما نمیشد کمتر طاقت کنیم صبر کنیم از سالهای جنگ شهروندی چی آماده هستیم شکر کرده مانده کار ما شما برابر ابرقدرت‌ها در تمام سازمان‌های بین‌المللی یک آواز داریم ما را امروز نه که در دنیا میشناسند پیشنهادهای تاجیکستان اعتراف کردند و در تمام دنیا عملی شده ایستاده است از این افتخار نمی‌کنیم من کتاب تاجیکان بیهوده تقسیم نکرده ایستادم هر یک عائله که خانه فرزندان را خودتان هم خانید که ما کیم بابای ما کی بود اولاد ما کی بود از کجا پیدا شدیم وطن صاحبی کرده دوست داشتن در کار با دندان انمخه داشتد حمایه کردن در کار امنیت را تامین کردن در کار کادرهای جوان نورسا را تربیه کردن در کار خانانیم برای مخصوصا تربیه فرزندان نسل نورس شرایط خوبی درجه عالی مهیا کنیم که آنها خوانند صاحبی سواد شوند وقتی ملت با سواده دولت رشد میکند ترقی میکند سطح صفت زندگی بلند میشود آبروی دولت در عرصه بین‌المللی بلند میگردد بسیار پروسس‌های وضعی در دنیا رفته ایستاده است بیگانه پرستی خواهند دولت از بین برای چیکار میکنن فرهنگ تا میگیرن زبان تا میگیرن رسم و آیین تا میگیرن سر لباس تا میگیرن چیزی که برای زندگی انسان در کار است در تاجیکستان میروید میسبزد پرورش مییابد چیزی مثلا همش یک طرف همین آن ذخیره های اصلا و برای انسان به بنزین به سلیارکه به گاز به برق زندگی کردن میشود لیکن به آب چی میشود دریا را بین چشم سارا را بین زمین ما کم است لیکن از زمین کار کنیم مهنت کنیم چون حاصل گرفته میتونیم ما برای چی گفتم که در برآمدان برحق اینا هیچ کس این کار کنه نمیتونه تا اسلام برحق بهشت روی زمین است بهشت روی زمین است هر کسی که از همین سرزمین از همین وطن ناشکری میکند خدا میزنش کور میشود کوری میشود شکرانه کردم مدکار وطن مناسقا دوست داریم صدقاً قلبمون قطعی زبان قطعی نه قلب قطعی رفتار و کردار را قطعی اثبات کنیم